سلام علیکم و رحمت الله. بینندگان محترم، ما و شما قبلا طرف سانچارک می رفتیم توگزار، اون همو بالای باغ حاجی عزیز خان ارشدی می آمدیم. این طرف یک راه بود، یک کوتل. از کوتلک این راه می رفتیم طرف بازارباشی و توگزار. این راه سابقه را کاملا بند کرده. حالا از راه میاین، اما راه سابقه کوتل میاین مستقیم این قسم اما تاپه کوی خاکی بود، اما کوی خاکی را زدن، سرک از این طرف تیر کرده. او بلیزرا کار کرده استده. بسیار خاک زیاد، خاک بسیار کلان است. خیر است به خاطر شما دوستا مسافرها. من همه خاک ما داخل خاک داخل میشیم، کفش هم از خاک پر میشه. آهسته آهسته طرف بلیزا را بریم که من همه سرک خلاصه راسته کردن دیگه. من همه سرک راسته کردن طرف بلیزا را بریم که کار کجا تا کجا جریان داره. من این کار است بلیزا را ماشاءالله کار کرده استاده. فرزندان اصیل امت اینا هستند. مردم های لندغرا، جنبشی ها، جمعیتی ها لاپ از وطن دوستی میزنه. اما خبیث ها غیر از دزدی و چور و چپاولگری و معتادی و دیگه همونا چیکار کنه؟ خدمت من ایتر میشه. ای ماشاءالله. من ای سرک باز مستقیم دو بازارباشی وصل میکنه. او قریه بازارباشی است. او طرف هم انشالله ما و شما پیش میریم. راه سابقه را ماندن، اینایی کورا قلم کرده، اینایی کورا قلم کرده، سرک وصل کرده. خدا کنه که کامل ویدیو را دیده باشین. اون راه سابقه پایین مانده، اینای بالای اینای کور قلم کرده مستقیم در سرک ارچتو و طرف شده بازارباشی وصل کرده سره. حالا در کومنت نوشته کنین که اما لندغرا دزدای سابق جمهوریتی ها به نام جنبش و جمعیت هزاران بچه مردم قتل کردن، در خانه مردم در آمدن، دزدی کردن. مردم های معتاد 4 عیب شهری بودن. اکثریت من هم خبیثا به نام اربکی، خبیث مرتد لعین که هم قریه ها بود، همونا خدمت کردن. یا که فرزندای اصیل امت مجاهدین امارت اسلامی خدمت کرده است. خودتان قضاوت بکنین. در کموت همگی تا نظریه بدین. این راه سابقه ما و شما بود که تا موتورسیکل تا اینجا را آمد. این طرف راه را بند کردن، رفتن نمیتونیم. ما این یک خاک است، یک خاک است به خاطر شما دوستا. این خاک ها مشکلات ها را تحمل کرده راه را به شما دیدن آمدیم. راه سابقه ما و شما من کوتل بود دیگه. از این کوتل بالا شده ما و شما می رفتیم طرف توگزار. این راه را این راه سابقه مانده. یک کوتل کور تپه را برش کرده، سرک از طرف انتقال دادن. آهسته آهسته ما و شما تا منطقه بازارباشی را بریم که چه گپ است.